Rosado. مثل شاطر دوست. الان مال شو چی است؟ و حدود 3 سال است که کار میکنیم در بخش تولید لبنیات و مواد غذایی. ما تقریبا 50 قلم محصول داریم و تولیدات ما مطابق به استاندارد جهانی کار میکنیم. همیشه کوشش کردیم که استاندارد جهانی را در نظر بگیریم و یک محصول با کیفیت به مردم خود به تمام کسایی که استفاده میکنند پیشنهاد کنیم و برشون بدیم. فعلا تمام داخل افغانستان داریم، یعنی تنها ولایت بلخ و ولایت همجوار و همچنان کابل که چند نمایندگی است. اما در تلاش ازی هستیم که بخیر یک سال سرتاسری در افغانستان بخیر بیاید که ما بتونیم تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدیم. شیر ما تمامش از ولسوالی‌های همجوار ما که در خود ولایت بلخ است جمع‌آوری میکنیم توسط امو ماشینالات و امو موترهایی که بر ما میارن مخصوص و در داخل فابریکه پروسس میشه. شیر با کیفیت که یعنی از نمره 8 شروع میشه تا الی 12 ما از او استفاده میکنیم. برگزاری چنین نمایشگاه برای محصولات وطنی، محصولاتی که تولید خود افغانستان است بسیار خوب است، چرا که مردم آشنایی پیدا میکنن و میفهمند که واقعا یک محصول هم است که در کشور خودشان افغانستان تولید میشه و یک افتخار است بر ما.